زنی حامله‌دار که از کنسرو خودساخت که در شرایط خانه آماده شده بود زهرآلود گردیده بتولیزم شده بود. وضع سلامتیش بهتر گردیده است. دکتران شعبه احیای بیمارخانه مرکزی ناحیه باباجان غفورов امروز سنه 5 ینور خبر دادند که روز گذشته بیمار را از دستگاه صنعی نفسکشی جدا کردند و او مستقلانه نفس میکشد. گفته شد که ارگانیسم زن از زهرها تازه شده است. دیگر خطر به سلامتی او تهدید نمی کند. در دوام 28 روز بیمار در زیر نفسی صنعی بود. من از روز گذشته ما بیمار رو از دستگاه نفسی صنعی جدا کرده به نفسی طبیعیش گذاشتیم. خودش من نفس گرفت ویش برقرار شدگی نفسی طبیعیش برقرار شده است. با گذشت 28 روز وضع سلامتی زنی 35 ساله را از جماعت اوچ قلعچه بهتر کردند. دکتران شعبه احیا و بهیسکنی میگویند که از ارگانیسم زن زهرهای حسیبک که در نتیجه استعمال کنسروهای زهرآلود به وجود می آید پورا برطرف شده است. حالا تنها مرحله برقرار شوی بیمار باقی مانده است و خلاص. این مرحله باز چند روز دیگر ادامه می کند. عاقبت آریزه همون زهرآلودشوی با بتولوتاکسین این آریزه های همون بیماری می باشد. این حال بیمار و حالتش بهتر شده است، نفسش برقرار شده است، خودش در هوش به سوالات درست جواب می دهد. من چه خیلی که می بینید کمبودی ندارد. رحمت به جناب عالی پرزیدنت مملکت تمام از طرف ماموریت از طرف وزارت تندرستی ما یگان کمبود شدگی همه دارو درمان همه چیزها یاردم از طرف وزارت از طرف ماموریت ما شده از سری وقت. زنی حامله‌دار را که بتولیزم گردیده بود روز 6 تبابت یا خود سنه 15 دکبر جراحی کردند. طفل را طریق برش قیصری گرفتند زیرا خطر جدی به سلامتی کودک و هم مادر تهدید میکرد. از این رو نوبسته از 34 هفته اینه بودن کودک او را از ارگانیسم مادر با روزگی پیوندانش جراحی کرده به پدر و مادر کلانش سپاریدند. کودکچه‌ای که از زنی حامله‌دار که به بتولیزم زهرآلود شده بود طریق جراحی تولد کناندند حالا 21 روزه شده است. کودکچه 1 کیلوگرم و 700 گرم تولد شد. بیبیش نگاه و بین میکند. حالا وزن پسرچه بیش از 2 کیلوگرم را تشکیل میدهد. کودک پسرچه است. نظیرجان نام نهادند. امروز 21 روزه شد. حالا مادر کلانش نگاه و بین میکند. میگوید که هرچند کم وزن است اما دکتران سلامتی او را خوب ارزیابی میکنند. خودش نیز آرام میباشد، تشویش نمیدهد. دوام 15 روز 500 گرم وزن گرفت. زیرا روزی تولدش 1 کیلوگرم و 700 گرم بود. حالا نظیرجان بیش از 2 کیلوگرم است. من همینقدر دخترم عظیم باشتم علاج کردی سینما اپراس کردن و رشنایی برواده گراند خواهر کتاسیان با این چسکی خدا ما و گازنان کردیم این آچقلا چنده که اینها همون چسکی خدا ما و گازنان کردیم همه خواهر میگیریم کفتم خیلی کفتم همه شان به رحمت هرز به دو برانده برفتاسیان خدا شکر. پیوندان این عائله هنوز در نزد شعبه احیا و بهیسکنی قرار دارند. میگویند که 28 روز انتظار بودند تا دخترشان آزادانه یعنی بدون دستگاه نفسی صنعی نفس گیرد. خوشبختانه این آرزو عملی شد. اکنون باز کمتری دیگر انتظار میشوند تا ارگانیسم پورا برقرار و زن با قوت گردد. عمدگیشند اولش بیاد بد بود، بیاد ویش وضع بود سلامتیش. من اول همین خداوند سونه همین دکتر و رحمت بیمارخانه یاردان کردن. رحمت من شعبه تولد بکی همونجا من کودکش اسلام تولد شد. من خواننده حاضر من کلینا هم خدمتش کردم همسرم سبب ایسوس من یاگل بهتری هم مادرش هم صحت یافته شفا یافته ماندگی که من تو مهاش همه خدمت کوای کنند پیش فرزندش برود اسلام. یادآور میشیم که اعضای یک عائله از جماعت دهاتی اوچ قلعچه ناحیه باباجان غفورov 9 دکبر سال 2023 پس از استعمال کنسرو خودساخت که در شرایط خانه آماده شده بود زهرآلود گردیده بتولیزم شدند. عروس خوشدامن و فرزند این عائله یعنی 3 نفر از یک عائله به بیمارخانه انتقال یافتند.
бадбахтона хушдомани ин оила ки наздик ба 65 сола буд фавтид. ҳоло бошад вазъи саломатии арӯсро хуб арзёбӣ мекунанд. гузориши мафнун Шукур ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.